برای ساخت این محصول که معرفی میکردم هدلایت داره، دیمر هدلایت و فن پرسرعت و نشانگر شارژ و خروجی پاور بانک. یه دونه باکس میخوایم. باتری حالا دل بخواهیه میتونین از 1 عدد تا 6 عدد بذارید که 6 عدد راحت داخل این باکس جا میشه. باتری ها رو باید به صورت موازی وصل کنید، یعنی مثبت ها به مثبت، مثبت ها به مثبت وصل بشه و منفی های باتری هم به منفی به هم دیگه وصل بشه. یه دونه فن دور بالا میخوایم، یه دونه ماژول شارژ پاور بانک، یه دونه ماژول افزاینده ولتاژ که این ماژول ورودیش که زده این باتری 3.7 تا 5 ولت یا 6 ولت میتونید بهش وصل کنید. خروجیش طبق جدولی که اینجا گذاشته 5 ولت، 8 ولت، 9 ولت، 12 ولت بهتون میده. حالا چجوری؟ اینجا یه دونه A داریم، یه دونه B داریم که اینجا گفته A و B به هم دیگه وصل باشه 12 ولت خروجی میده. اینجا به هم دیگه خودش وصله و 12 ولت خروجی رو داره. 12 ولت خروجیش هم حدوداً تا 1 آمپر به اون میده. یه دونه کلید کوچیک، یه دونه ماژول مولتی متر و یه دونه هم هدلایت 15 ولت که حتما این هدلایت رو پشتش باید یه هیت سینک بذارید که داغ وقتی میشه این هدلایت خیلی سریع داغ میشه، هدلایت سریع نسوزه. یه فیلم کامل ترش هم که موقعی که میخوام بس کنم براتون میذارم.